بله پشمای منم ریخت وقتی بعد فاکینگ 10 سال هالو نایت سیلکسانگو دادن. بله درست شنیدید، منم بلافاصله مثل یک شهروند ایرانی رفتم بازی رو کرکی ریختم، چون پول دادن هزینه‌شو نداشتم، رفتم کرکی ریختم ایران. ساعت 3 صبح دانلود کردم بازی و خودمم باورم نشد. سرم از تو لپتاپ در آوردم دیدم ساعت 7 صبح، یعنی 4 ساعت بکوب داشتم من بازی میکردم. 2 تا لندو و 2 تا بایوم رو تا جایی که تونستم گشتم، هرچی دیوار مخفی بود و زدم از تا جایی که خودم میدونم. و کلا خواستم تجربه‌مو بگم که واقعا شاهکار سیلکسانگ، یعنی اگه درصدی بازی نکردید و حتی یه لپتاپ ضعیف مثل لپتاپ منم دارید که یه رم 4 فقط داره، میتونید بازیش کنید. از نسخه قبلی هم به نظر سبک‌تر میاد، چون نسخه قبلی رو من با 50 FPS ران می‌کردم، اینا روی های کوالیتی با 60 FPS میتونید ران کنید و خیلی خفنه. حالا اینا به کنار، اصلا تیم چری نمیدونم چرا انقدر خفنه، در حالی که با 3 نفر کارشون رو شروع کردم، ولی تا به اینجا واقعا یکی از بهترین شرکت‌هایی بودی که من دیدم تو بازی سازی. دقیقاً وایب همون هالو نایت قبلیه رو میده، ولی با یه سری تغییرات. مثلا تو بازی قبلی از کورنیفر مپ می‌خریدیم، الان یکی دیگه مپ می‌خریم، اسمش هم یادم نیست، ولی خب مثلا جفتشون آهنگ می‌خوندن. آهنگ کورنیفر این شکلی بود، آهنگ اینم یه جوری دیگه است که مثلا دیشب کلا تو مغز منم بود آهنگش، و وایب همونو میده دقیقاً. مثل دارک سولز، ما تو هر سه تا دارک سولز فایر کیپر داریم، ولی مثلا داستان هر فایر کیپر با اون یکی فرق می‌کنه. اینجا دقیقاً مثل همونه، یعنی همون شخصیت‌ها رو انگار کپی پیست کردن، این وقت قیافه‌شون رو عوض کردن و داستانشو، و خلاصه خیلی وایب همونو میده. ولی خب یکی دو تا پوینت منفی داره، یعنی در اصل 2 تا پوینت منفی داره. اول اینکه چارم داخل بازی نیست، من خودم خوشم نیومد از این که چارمی داخل بازی نیست، ولی خب یه مکانیزم دیگه هست، من اون رو دقیقاً حالا جستجوش نکردم. و دومین چیز اینه که آقا این پلانج اتک میگفتیم، جامپ اتک میگفتیم، من یادم نیست چی میگفتیم تو هالو نایت، اینجوری میپریدیم میزدی پایین. توی سیلکسانگ دقیقاً خیلی بد کار میکنه، یعنی اوریب به سمت مثلا پایین چپ یا پایین راست ضربهشو میزنه، این خیلی رو مخه مثلا پلیر میره و این چیزا. و داستانش هم تو جایی که من رفتم واقعا خیلی خفنه، یه سری کلمات قلمبه سلمبه استفاده میکنن کاراکتری که اونقدر حالا دیگه مهم نیست، و همه چی پرفکت تا اینجا پیش رفته و پتانسیل اینم داره که از هالو نایت کلاسیک بالاتر بزنه.